خاطرات دکتر روز 243 تو این برزخ قارچیه. تنها همرام سنگی که اسمشو گذاشتم مستون. سوال اصلی اینه که دارم اینا رو واسه کی روایت میکنم؟ انگار من بازیگر نقش اصلی یه تئاتر بی انتها شدم. در اعماق این جنگل به خاطر اون جونور جونده آبی گیر افتادم. اما اصلا ایراد نداره، به لطف جو قابل تنفس و هوش عالی که دارم مقابل رقیبی که تو بازی فکر میکنه خیلی زرنگتر تیزتر شدم. قارچ شمعی به خونه دی4. سعی کردم از قارچ شربت خوراکی درست کنم. قهوه قارچی با موفقیت خیلی محدود. اما امروز یعنی روز 243 من خیلی امیدوارم و قرار نتیجه جدیدترین تلاشمو ببینم. از این جنگل میرم بیرون تا برگردم و حساب اون موجود آبی رو برسم. اگه محاسباتم درست باشن دلیلی هم برای گفتن اگه نیست، چون همیشه درست. این خار نیروی مورد نیازمو تأمین میکنه. بذار این شمع رو روشن کنم تا ببینم کی میاد سر بزنه. این صحاب داره. بدرود رفقا. دستیارستون حالا متشکرم استون. وقتش رسیده که با این جنگل قارچی مزخرف خداحافظی کنم. از کجا گیر آوردید؟ از یه مزاحم کوچولوی آبی توی شهر کوچیک ساحلی. خوشحال میشم راهو نشونت بدم. سونیک 2 در جستجوی الماس سبز. مدیر دوبلاژ کریم بیانی.